و آمار بیماری کووید 19 در میهن عزیز اسلامی. خدمت شما عرض کنم در 24 ساعت اخیر هم با تلاش همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از موارد ارجاعی از بیمارستان‌ها 352 مورد به عنوان موارد ابتلای قطعی و جدید به بیماری کووید 19 شناسایی شدند و همزمان البته 1435 مورد از موارد ارجاعی از مراکز خدمات سلامت، موارد سرپایی و موارد رهگیری تماس نزدیک هم به عنوان مبتلایان جدید به این بیماری گزارش شدند که جمعاً 1787 مورد رو شکل خواهد داد و البته تا این لحظه با احتساب این جمع ما 139511 مورد قطعی ابتلا به این بیماری رو میتونیم خدمت عزیزان تا امروز گزارش کنیم، از میان 837090 مورد مشکوک که از اونها تست PCR انجام شده و نهایی شده. و خدمت شما باز هم عرض کنم 109437 هموطن عزیز مبتلا به این بیماری تا این لحظه بهبودی کامل پیدا کردن خوشبختانه و 2567 عزیز هم کماکان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت و درمان هستند. در 24 ساعت اخیر متاسفانه 57 هموطن مبتلا به این بیماری رو ما از دست دادیم و تا این لحظه که در خدمت شما هستیم 7508 مورد مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو میتونیم در کشور گزارش کنیم.